السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از انس رضی الله عنه روایت است که گفت در حالی که ما با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته بودیم، شخص با اشتر سوار و داخل مسجد گردید. شتر خود را در مسجد خوابانده بست. بعد از آن پرسید: محمد کدام از یکیش؟ و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بین صحابه ها تکیه کرده بودند. گفتیم همین است شخصی خوش چهره که تکیه کردند. آن شخص گفت: ای فرزند عبدالمطلب. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: بله، برای جواب دادنت حاضرم. آن شخص گفت: از تو سوالهایی میکنم که در این سوالها تشدد خواهم کرد و با وجود این از آن بدیلت چیزی مگیر. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرچی میخواهی بپرس. آن شخص گفت: تو را به خدای تو و به خدای آنانی که پیش از تو بودند سوگند میدهم که تو را خداوند به سوی همین مردم فرستاده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: به خداوند سوگند است که بله. آن شخص گفت: تو را به خداوند سوگند میدهم که خدا به تو امر کرده است که در یک شب و روز 5 وقت نماز بخوانیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: به خداوند سوگند که بله. آن شخص گفت: تو را به خداوند سوگند میدهم که خدا تو را امر کرده است که همین ماه رمضان را در یک سال روزه بگیریم. و باز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: به خداوند سوگند که بله. آن شخص گفت: تو را به خداوند سوگند میدهم که تو را خداوند امر کرده است که همین زکات را از ثروتمندان ما گرفته و فقرای ما تقسیم نمایی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: به خداوند سوگند است که بله. آن شخص در آخر گفت: به آنچه که به آن فرستاده شده ای ایمان آوردم و من نماینده قوم خود هستم و نامم زمام ابن ثعلبه است و از قوم بنی سعد ابن بکر می باشم.